ساله خداوند حق الله رو میبخشه اما حق الناس رو نمیبخشه. خداوند را بگذار همدیگر را با تفاوت‌های ما بپذیریم بلکه جهان را کنار هم زیبا کنیم. مروارید قفس نداره، صدف داره، پیله زندان نداره، ابریشم داره که مثل پروانه جواهر میذارن تو صندوق، میذارن سوراخ صندوق. هر چیزی که ارزشمند پوشش داره. ما آدمایی هستیم که به شما میگیم تو، بعد به این آدمی که یه ذره مهرش سفید شده میگیم شما، بعد به خدای به این بزرگی میگیم تو. خدای شما ما رو ببخش، ما بنده یک نفسیم. میگم این کار زندان نمیساختیم، شاید آقا هدایت میکرد زندانی رایی زد. اگه من واقعا با تمام قلبم توبه کرده باشم نگه داشتن یه روز من تو زندان گناه بزرگی ها، به خاطر اینکه خداوند 100 بار گفته توبه کنندگان را دوست دارم.